مایک بلک میلیونری که در سال 2020 تبدیل به کارتون خواب شد تا ثابت کنه میتونه از صفر تو یک سال به $1,000,000 برسه. اون با یه گوشی همراه و یه دست لباس شروع کرد. بدون خونه برای زندگی و حساب بانکیش هم صفر کرد. در ابتدا اون از طریق برنامه کاوچ سورفینگ یه جای خواب مجانی پیدا کرد. در قدم بعد از سایت کریگس لیست اقلام رایگان جمع آوری کرد و اونها رو در اپلیکیشن های آنلاین فروخت و اینطوری چند صد دلاری به دست آورد. در نهایت شغلی به عنوان بازاریاب تلفنی پیدا کرد که درآمد سالیانش $35,000 بود، ولی هنوز هم از هدفش دور بود. با گذشت زمان اون تونست یه خونه مستقل برای خودش اجاره کنه و سریع اتاقها رو اجاره داد و بعد از چند مدت به خاطر فشار روحی که بهش وارد شده بود پروژه رو زودتر از موعد به پایان رسوند. اون از هدف $1,000,000 خودش به $64,000 رسید و اعتراف کرد که سخت‌ترین دوران زندگیش بود و خیلی چالش برانگیزتر از چیزی که پیش بینی کرده بود براش اتفاق افتاده. این داستان رو شنیدم یاد این پکیج فروش‌های موفقیت افتادم که خودش با اجرای چیزهایی که گفته نرسیده، بعد قوانین و موفقیت رو داره میفروشه و ما هم از همه جا بیخبر فکر میکنیم با اجرای اونها میتونیم موفق بشیم. دنیای واقعی سخت‌تر از این حرفاست و برای رسیدن به اونها آماده هر نوع چالشی باید باشیم.